إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الإخوة والأخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. به یاد دارید برنامه گذشته را وقتا موسی علیه السلام و هارون به قصر فرعون در آمدند، با او مجادله کردند، به سوی خدا دعوتش کردند، لیکن فرعون سرکشی کرد. در روبروی موسی علیه السلام ایستادگی کرده نتوانست و او را به زندان کردن تهدید کرد. موسی علیه السلام برای او دو معجزه آشکارش را نشان داد. یکی از آنها عصایش بود که موسی علیه السلام آن را انداخت، به مار مبدل گشت. مردم ترسیدند. اما دومی باشد دستش را برآورد، سفیدی شد، نور شد که روشنی میکرد. مردم میدیدند. اینجا فرعون ترسید که موسی علیه السلام مردم را مفتون خود میکند و مردم او را تصدیق میکنند. و مردم گفت آن چیزی که موسی با آن آمده است سحر بیش نیست. سحر معروف است بین ما و ما به زودی یک سحر بزرگتری به او نشان میدهیم که سحر او را مغلوب میکند. قال یا موسی اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. اینجا موسی علیه السلام فرصت را غنیمت دانست. موعد میخواهی ای فرعون؟ مکان و زمان میخواهی و هر دوی ما را تهدید میکنی؟ من حق هستم یا تو و ساحرانت؟ این فرصت برای موسی علیه السلام بود. چی میخواهی ای موسی؟ روز و مکان و زمان را تو انتخاب کن ای موسی. اینجا موسی علیه السلام روزی عید را اختیار کرد، روزی زینت را، دیگر وقت را نه، تنها وقتی چاشت را انتخاب کرد که همه مردم جمع شوند، مردان و زنان، خردسالان و پیرانسالان. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس شرط من این است که همه مردم را جمع وأن يحشر الناس ضحى وقتی چاشت، هنگامی که آفتاب گرم می شود، همه مردم ببینند تا اینکه از مردم چیز پنهان نماند. و اکنون آن روز هم رسید. فرعون ساحران را جمع کرد، گفت همه ساحران را بیارید، بهترین ساحران مصر را بیارید، بهترین ها را. همه ساحران را برای فرعون آوردند، ساحران بزرگ را. گفتند که هزارها ساحر جمع کردند. نزد فرعون جمع شدند، با او گفتند آیا پاداش برای ما هست اگر ما پیروز شویم؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. شما را از نزدیکان خودم میکنم، از زمره خاصها. فرعون همه مردم را جمع کرد، اهل مصر را جمع کرد، فرعونی ها را، بنی اسرائیل را، همه را جمع کرد از فرعونی ها و بنی اسرائیل. مردم جمع شدند، منتظر این معرکه بودند. زنان با کودکان، کلانسالان، خردسالان، زنها و مردان همه آمده بودند در آن روز تا اینکه ببینند آیا خدای موسی علیه السلام و هارون حق است یا فرعون. مردم جمع شده بودند، هزارها ساحر در روبروی موسی علیه السلام ایستاده بودند. او تنها در دستش عصا داشت. آنها را نصیحت کرد. در اول به آنها گفت ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقتا این سخنان را شنیدند دانستند که این سخنانی عادی نیست، سخنان انسانی ساحر نیست، چنانه که فرعون به آنها وصف کرده بود. بین خود بحثی کردند، ساحران بین خود اختلاف کردند. این چی سخنان است؟ سخنانی عجیب، شاید عذاب بر سر ما بیاید چنانه که این مرد میگوید. بعضی گفتند دست به کار نمیشویم، اما بعضی گفتند بلکه میشویم. فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوا. بعضی آنها دیگران را دلگرم میکردند، گفتند چیزی نمیشود، این دو ساحر هستند، میخواهند بر این سرزمین حکمرانی کنند و شما را از سرزمین خودتان برآرند. دست به کار شوید. سپس صف آراستند. به تحقیق پیروزی نصیب بلند مرتبگان است.
دو گروه در روبروی هم ایستادند. یکی موسی علیه السلام با عصایش، دیگری هزارها ساحرانی عصابده است. آنها گفتند ای موسی کی شروع میکند؟ یا تو عصایت را بیانداز یا اینکه ما بیاندازیم. کی اول عصا را میپرتاید؟ موسی علیه السلام به آنها گفت شما پرتایید. شما به پرتافتن شروع کنید. پیش از آن که شروع کنند در حالی که فرعون میدید گفتند بعزة فرعون به عزت فرعون قسم یاد کردند، زیرا آنها به خدا ایمان نداشتند. بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرعون شاد شد. ساحران عصاهایشان را پرتافتند. این هنگام هر عصای به مار مبدل گشت. هزاران مارها در جنبش درآمدند. هزارها مارها. مردم ترسیده فرار کردند و موسی علیه السلام به آنها نگاه میکرد. ترسید که مردم از دعوت او روی میگردانند. اینجا آنها عصاها را پرتافتند. چشمان مردم را سحر کردند چنانه که خداوند گفت. بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. مردم ترسیدند و فرعون و کسانی که در اطراف او بودند خرسند شدند. ساحران خرسند شدند. این هنگام موسی علیه السلام را خداوند وحی فرستاد. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. وقتی موسی علیه السلام عصایش را پرتافت به مار تبدیل شد که همه مارها را فرو برد. ماری کلانه، کسی نمیداند که چی قدر بود آن مار، مثلش کسی ندیده. پس آنگه آن عصایی که آنها دروغش میپنداشتند همه را فرو برد. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ساحران مغلوب شدند. وقتا این منظره را دیدند دانستند که از سوی الله ذوالجلال است، نه از جانب بشر. ساحران همگی به خدای ذوالجلال سجده کردند. فرعون این را میدید و مردم نیز این حالت را میدیدند. این چی معرکه بود که با سجده ساحران به خدای ذوالجلال انجام یافت؟ قصص نور قصص قصص نور قصص حکمه و صبر. فرعون از آن چی که گذشت در غضب شد. ساحرانی که آورده بود همگی سجده کردند. به کی سجده کردند؟ فرعون از آنها پرسید. گفت به کی سجده کردید؟ گفتند ایمان آوردیم. گفت به کی ایمان آوردید؟ گفتند به خدای موسی و هارون ایمان آوردیم. این هنگام فرعون همه ساحران جمع کرده اش را که میخواست با دین خدا مبارزه برند آنها را جمع کرد. هزاران ساحر. گفت به کی ایمان آوردید؟ گفتند به خدای هارون و موسی ایمان آوردیم. سپس به آنها گفت پیش از آن که ایمان بیاورید از من اجازه پرسیدید؟ و آیا تو آنها را اجازه میدادی ای فرعون اگر اجازه میپرسیدند؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم سپس به آنهایی که در اطرافش بودند گفت إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. بین مردم آوازه کرد. بعد از آن که مغلوب شد، بعد از آن که شرمنده شد، بین مردم چنین سخنها را پهن کرد که موسی کلان ساحران است، او سردار آنهاست و اوست که آنها را سحر آموخته است. از این سبب با او سجده کردند. گمان کرد که مردم این سخن پوچ او را قبول میکنند. گمان کرد که بنی اسرائیل به این معجزه آشکارا قانع نمی شود. فرعون مغلوب شد. سپس ساحران را تهدید کرده با آنها گفت اگر بر نگردید از دین نوتان، از ایمانی که به پروردگار موسی و هارون دارید بر نگردید، شما را عذاب میدهم. هر یکی شما را به درخت میبندم. و چنین هم کرد. گفت هر یکی شما را یک دست و یک پایتان را میبرم، راست و چپ را، چپ و راست را، یا اینکه از این کاری کرده‌تان باز میگردید یا اینکه عذاب میدهمتان. فرعون ساحران را تهدید میکرد. قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. این هنگام همه ساحرانی که و خدا و رسولش مبارزه می‌بردند گفتند به استواری آنها نگرید. گفتند باکی نیست،
بکن هر کاری را که میکنی ای فرعون. مایان به خدای عالمیان ایمان آوردیم. هر کاری که میکنی پروایی نداریم. دستهایمان را ببر، ما را بکش، ما را ذبح کن. تو این کار را در این دنیا میکنی، ما به این دنیا و عذاب آن پروایی نداریم. سبحان الله، چگونه با خدا مبارزه می بردند و اکنون چگونه ثابت ماندند که عذاب در راه خدا برایشان ناچیز بود. گفتند پروایی نداریم. انما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وفعلا و چنین هم شد. همه آنها را فرعون به قتل رسانید. در اولی روز ساحران کافر بودند، اما در آخری روز شهید شدند. فرعون همه آنها را کشت و او مغلوب شد. این باری دوم بود که موسی علیه السلام او را مغلوب کرد. سلام. با وجود آنکه ساحران ایمان آوردند و آن همه معجزه هایی که فرعون دید مدام در سرکشی و کفرش بود، موسی علیه السلام آنها را به سوی خدا می‌خواند و آنها در کفر و سرکشی و اینکارشان اصرار می‌کردند. کفرشان زیاد می‌شد، مدام سرکشی می‌کردند. خداوند برای فرعون و قومش نشانه‌های می‌فرستاد. بلای خداوند با آنها بلا فرستاد تا به سوی خدا بازگردند، ولیکن مرد مثل او محال بود که به سوی خدا برگردد. اولین بلایی که به آنها نازل شد قحطی بود. به قحطی گرفتار شدند، زراعت‌ها نابود شدند، جانوران مردند، به گرسنگی و عذاب سخت مبتلا شدند. نزد موسی علیه السلام رفتند و از او خواستند تا خداوند را دعا کند تا این بلا را از آنها دور کند. أن يكشف عنهم هذا البلاء. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هرگاه که بلای به آنها نازل می شد به سوی موسی علیه السلام می رفتند. می دانستند که او خدایی دارد که دعایش را اجابت می کند، لیکن با این وجود به او ایمان نداشتند. گفتند ای موسی خدایت را دعا کن. به یک چیز به تو عهد می کنیم، اگر این مشکلی را از ما دور کند به تو ایمان می آریم و بنی اسرائیل را همراهت می فرستیم. موسی علیه السلام خداوند را دعا کرد و خداوند خیر و برکت را دومباره به آنها داد. حاصلات دومباره در آنها زیاد شد. باز به کفرشان برگشتند، بلکه در کفر و سرکشیشان همچنان ماندند. خداوند آنها را به عذاب دیگری مبتلا کرد. این بار چی عذاب بود؟ طوفان آمد، همه زراعت‌های آنها را از بین برد و آن همه میوه‌ها را نابود ساخت. باز به سوی موسی علیه السلام رفتند. خدایت را دعا کن. خداوند را دعا کرد. وقتا که دعا کرد باز در همان کفر و سرکشی ماندند. طوفان تمام شد و زراعت‌هایشان باز به آنها داده شد. باز کفرشان زیادتر شد. خداوند به آنها عذاب دیگری فرستاد. ملخ‌ها را فرستاد تا اینکه همه زراعت‌ها را نابود ساختند و همه حاصلات را از بین بردند. گفتند ای موسی اگر این بلا را از ما دور کنی، اگر خدایت این عذاب را از ما دور کند به او ایمان می‌آریم. خداوند را دعا کرد. ملخ‌ها نابود شدند، زراعت‌ها دومباره برقرار شدند، لیکن آنها مدام در سرکشی بودند. طوفان، سپس ملخ‌ها، سپس حشرات خردی که همه زراعت‌ها را می‌خوردند. بعد از آن که خزینه کرده بودند، حشرات آمدند همه آنها را نابود ساختند. و نزد موسی علیه السلام رفتند. گفتند خدایت را دعا کن. خداوند را دعا کرد. این همه حشرات نابود شد. با این وجود در کفر و سرکشیشان بودند. خداوند برای آنها عذاب دیگری فرستاد. قورباغه ها را فرستاد. آنها در تمام جا پهن شدند، در خانه هایشان، در اتاق های خواب، در روی قالین ها، در تمام روی زمین پهن شدند. گفتند ای موسی خدایت را دعا کن، اگر این عذاب را از ما بگیرد ما به تو ایمان می‌آوریم و بنی اسرائیل را همراهت می‌فرستیم. خداوند را دعا کرد، لیکن مردم در کفرشان بودند. خداوند آنها را از بلا، از قورباغه ها نجات داد. برای آنها عذاب دیگری فرستاد که او خون بود. همه آبهایشان به خون مبدل گشت، نمی توانستند آب بنوشند. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل
والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قوم فرعون در کفر و سرکشیشان ماندند. با وجود این همه معجزه های آشکار، با وجود این که خداوند آنها را از چندین عذاب نجات داد، لیکن آنها همچنان در کفر خود ماندند. ظلوا على كفرهم. فرعون و قومش مشورت کردند تا بنی اسرائیل را بکشند و آنها را عذاب دهند، خونهایشان را بریزند. هیچ کودکی را در امان نگذاشتند و هیچ زنی را نماندند جز این که او را بی‌حیا کردند. قوم فرعون عذاب را به بنی اسرائیل دوچند کرد و بنی اسرائیل این همه را تحمل میکرد و صبر میکرد. خداوند به موسی علیه السلام و برادرش هارون وحی فرستاد اینکه به سوی بنی اسرائیل روید و بگویید تا همه در خانه هایشان بایستند، از خانه ها تنها برای حاجت های اصلی برآیند و خانه هایشان را مسجد کنند و قبله بسازند و نماز را بسیار بخوانند و دعا کنند. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لیکن عذاب دوچند میشد و بلاها به بنی اسرائیل زیادتر میشد تا اینکه بنی اسرائیل به نزد موسی علیه السلام آمده گفتند ای موسی، پیش از آن که تو آمده بودی ما را عذاب میدادند و بعد از آن که آمدی همچنین. ما در عذاب گرفتار شده ایم و در بلای پسی هم گرفتاریم. با این وجود بنی اسرائیل صبر میکردند، هیچ قوت و توانایی نداشتند. خداوند ذوالجلال به موسی علیه السلام و برادرش هارون وحی فرستاد اینکه اکنون وقتی برآمدنتان از مصر رسیده است و از آنجا هجرت کنید. به سوی بنی اسرائیل روید و بگویید که در یک روزی معین باید همه برآیند، مردان و زنان و کودکان و پیرانشان. از فرعون اجازه خواستند تا در روز عیدشان برای عید کردن برآیند و فرعون به آنها اجازه داد و در آن شب برآمدند. همه اشان صدها هزار نفر، مردان و زنان، موسفیدان و کودکان و کمپیران، همه برآمدند. بعد از چند مدت فرعون خبردار شد، لشکرش را جمع کرد و از پی آنها فرستاد. وقتا که لشکرش را جمع کرد به آنها گفت إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. همه لشکر به پررگی آماده شدند، همه مردانشان، و اینکه از پس بنی اسرائیل بروند و آنها را ریشه‌کن کنند و از آنها خواسته بود تا از آنها کسی را زنده نگذارند، نه خرد و کلان، نه زن و کودک، هیچ کسی را، همه را بکشند. فرعون و لشکریانش از پس بنی اسرائیل برآمدند. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. موسی علیه السلام با بنی اسرائیل به ساحل بحر رسید. بحر در پیششان بود. وقتا که صبح شد به قفا نگاه کردند که فرعون از پس آنهاست. همراهش لشکرش بود، شاید صدها هزار نفر بودند، لشکری ظالم. و بنی اسرائیل نزدیک می شدند. بحر در روبرویشان است، دشمن از پسشان. موسی علیه السلام همراه کیست؟ برادرش هارون. باز کی؟ یوشع ابن نون. باز کی؟ از آل فرعون کسانی که ایمان آورده بودند. همراهش ضعیفان و مسکینان، همراهش پیرانسالان و کودکان و موسفیدان. کی با همراه موسی علیه السلام بود؟ هیچ کس. اسلحه‌ای نداشت، لشکری هم نداشت. بسیاری از آنها زنان بودند، زیرا فرعون پسران آنها را میکشت. مردم این را دیده ترسیدند، گفتند که چیکار میکنیم؟ این بحر روبروی ماست، چیکار باید کرد؟ فرعون به ما نزدیک میشود. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. بزودی میرسند به ما، تمام، کارمان تمام شد، حکم بر ما کرده شد، فرعون به ما رسید. فرعون خوشحال بود، به لشکریانش گفت ببینید که چگونه در احاطه افتادند. بحر آنها را از گریختن منع کرده است.
ببینید که بحر نیز همراه من است. بحر آنها را برای ما منع کرده است. اکنون آنها را میکشیم، ذبحشان میکنیم. همراه موسی علیه السلام کی بود؟ مؤمن‌های از آل فرعون. با اسب‌هایشان بودند. با اسبشان به بحر داخل شدند، سپس برگشتند. به سوی موسی علیه السلام آمدند. ای موسی، ای نبی خدا، آیا پروردگارت به اینجا وعده کرد؟ گفت آره، اینجا پروردگارم مرا وعده داد. مؤمنان آل فرعون دویم باره در آمدند. با اسب‌هایشان برگشتند. از موسی علیه السلام پرسیدند. بحر در روبرویشان بود. گفتند ای موسی، آیا پروردگارت به اینجا وعده کرده بود؟ موسی علیه السلام گفت آره، اینجا پروردگاری من مرا وعده داد. کجاست راهی نجات؟ کجاست راهی فرار؟ فرعون به آنها نزدیک میشد. قریب بود که برسد و همه آنها را بکشد. برای کشتن بنی اسرائیل آمده بود. اینجا خداوند ذوالجلال به موسی علیه السلام وحی فرستاد. موسی علیه السلام یقین داشت که پیروزی می آید. وقتی که بنی اسرائیل در تهلکه افتاده بودند، موسی علیه السلام به آنها گفت بعد از آن که گفتند ما را در میابند. قال كلا كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين. امکان ندارد رخ دادن آنچه شما میگویید. الله ذوالجلال با من است و هیچگاه مرا ترک نمی کند. توکل به خدای ذوالجلال داشت. اینجا موسی علیه السلام را خداوند امر کرد. چی داری؟ عصا. عصایی که در دستش بود، یکی از معجزه هایش. خداوند به موسی علیه السلام گفت با عصایت در بحر بزن. وقتی موسی علیه السلام به بحر با عصایش زد، بحر دو نصف شد. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بحر دو نصف شد، هر یکی مثل کوهی آب شد. ای الله، آب وقتا که ایستاد زمین لای بود، اما برای موسی علیه السلام خشک شد. قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر. بحر به دو کوه تبدیل شد که بین آنها راه پیدا شد. موسی علیه السلام با همراهی هزارها بنی اسرائیلی می رفت. زنها، پیران سالان، کودکان همگی بین دو بحر می رفتند. موسی علیه السلام رفت تا اینکه بحر را گذشت. فرعون نزدیک شد از پس آنها. اکنون بحر گشاده است. وقتی که موسی علیه السلام از بحر گذشت، خواست با عصایش بزند تا بحر به حالت اوله برگردد. خداوند گفت نه ای موسی، بحر را همین خیل بگذار. این حکمتی بود که خداوند میخواست. چه حادثه روی میدهد؟ فرعون دو دیله بود، درآیم یا نه. مردم به فرعون میگفتند ای فرعون، از پس او بیا، او را دریاب که فرار میکند. این هنگام جبرائیل علیه السلام به بالای اسب نازل شد که اسب فرعون را به داخل شدن ترغیب کرد. فرعون به بهانه او درآمد. فرعون میدانست که اینجا چی کاری است. او میدانست که موسی علیه السلام نبی خدا است. میدانست که موسی علیه السلام فرستاده خدا است. در آخر فرعون داخل شد. به کجا؟ به راه آخرانش. وقتا که در آمد، لشکریانش همراهش در آمدند. وقتا که در میان بحر رسید، بحر به حالت اولش برگشت. بحر با آن موجهای پرتلاطم خود که مثل کوه بودند بر سر فرعون ریخت. بحر یکی از لشکرهای الله است. اکنون نزد خداوند جواب میگوید. از پی موسی علیه السلام آمده بود و با موجهای پرتلاطم مثل طوفان روبرو شد که بر سر او و لشکریانش ریخت. اکنون لشکریانش غرق می شوند. فرعون غرق می گردد. در این لحظه ها که روح فرعون در گلوش آمده است، می خواهد توبه کند. می خواهد ایمان بیارد. فرعون گفت قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا أنت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ایمان آوردم به خدای موسی، خدای بنی اسرائیل، و جبرائیل رای را در دهن او انداخت. اینجا خداوند به فرعون گفت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اکنون توبه برایت فایده ندارد. بنی اسرائیل باور نداشتند که او مرده است. این نمی میرد. این ما را سالیان زیاد عذاب داده است. نمی میرد. خداوند جسم او را نگاه داشت
تا این زمان موجود است. فاليوم ننجيك ببدنك. بنی اسرائیل آن را دیدند، او مرده بود و یقین کردند که او مرده است، او هلاک شده است. کار فرعون تمام شد. فنبذناه في اليم وهو مليم. کار فرعون و لشکریانش تمام شد. بنی اسرائیل با فضل خداوند نجات یافتند. خداوند موسی و کسانی که ایمان آورده بودند همه را نجات داد. اکنون بنی اسرائیل چیکار میکنند؟ چی مصیبت ها را بالای موسی علیه السلام میارند؟ بنی اسرائیل از موسی چی طلب میکنند بعد از آنی که خداوند آنها را نجات داد؟ و چی حادثه ها و قصه های عجیب و غریب از آنها سر میزند؟ این است موضوع در برنامه آینده ما ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص